اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یک بار دیگه خدمت همه شما. فرارسیدن 14 خرداد سال روز ارتحال امام خمینی عزیز رضوان الله تعالی علیه و 15 خرداد ماه سال روز قیام خونین مردم قم، تهران و رامین در سال 1342 رو تسلیت عرض میکنم و به این فکر میکردم که آدم نمیدونه امام رو با چه صفتی ازش یاد بکنه. بگه فقیهی فرزانه، عارفی آگاه، فیلسوفی شجاع، ادیبی توانمند، مجاهدی نستوه، مفسری نکته سنج یا سیاستمداری دانا. شاید همه این عبارات و عبارات‌های از این دست در یک واژه امام خلاصه بشه که به حضرت سید روح الله اطلاق شد. یاد و خاطرشون رو گرامی می‌داریم و خوشحالم که در این نوبت میتونم پیرامون وجود نازنین امام خمینی عزیز و ولایت فقیه که موضوع برنامه ما هست به همین مناسبت از استاد محمدی شاهرودی عزیز بشنوم و استفاده کنم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدین. عرض تسلیت. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. مخلص. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز بیننده و عرض تعزیت و تسلیت سال روز رحلت امام رحمت الله علیه و 15 خرداد رو با آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات رو افزون برای همه عزیزان بیننده دارم. خدا متعال و شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. ان شاءالله که بحث در مجموع مطابق خواست و میل و رضای شهدا و مخصوصا امام شهدا باشه. بحث مهمی است، بحث ولایت فقیه بحث مهمی است و بنده الان اعتقادم اینه که بحث ولایت فقیه یکی از مظلومترین مباحث کلامی فقهی و مباحث مطرح در بین ماست، چنانکه ولی فقیه هم همینطور. حالا این برنامه‌ای میخواد یه اشاره به این بحث داشته باشه، به نظر یک حرکتی است که غبار و غربت از چهره این موضوع مهم و این بحث مهم کنار بزنه. ان شاء الله به یاری خدا و صحبت‌های شما اتفاق مبارک بیفته. به همین مناسبت دوستان صلاح دونستن که ما راجع به ولایت فقیه صحبت بکنیم و که در واقع در مملکت ما به برکت انقلاب اسلامی ایران بروز ظهور پیدا کرد. البته که نظریش قدمت زیادی داره، حالا توضیحات شما رو میشنویم. دوستان من متناسب با همین عنوانی که انتخاب شد در بین سوالاتی که تا به حال بوده اون اساره سوالات رو که بر مبنای ولایت فقیه هست جمع‌آوری کردن. با اجازهتون من بپرسم از محضرتون. پرسیدن که عزیزانمون به چه دلیلی ما باید ولایت فقیه رو اصلاً بپذیریم؟ آیا دلایل عقلی و دینی لازم برای اثبات ولایت فقیه وجود داره یا خیر؟ بله، برای اینکه ولایت فقیه به نظر ما و با تحقیق در بین بقیه نظام‌های سیاسی و از منظر فلسفی سیاسی بهترینه. وقتی بهترین شد انسان باید بپذیره. من چند نکته رو عرض میکنم. از منظر عقل، از عقل بپرسیم که جامعه حکومت میخواد یا نمیخواد، میگه حتما باید باشه، وگرنه جامعه دچار هرج و مرج و آنارشیسم و زوال میشه. پس حتما باید حکومتی باشه. بپرسیم که حکومت خوب باشه یا غیر خوب، عقل چی میگه؟ خوب دیگه، ترجیح داره. بله. بپرسیم که حاکمی که بناست در رأس حکومت باشه عادل باشه یا فاسق باشه؟ یا عادل باشه. آگاه باشه. جامعه اسلامی است، بناست مردم مسلمان زندگی بکنن. این زیست اسلامی باید قوانین و احکام اسلام اجرا بشه. کسی که میخواد در رأس نظام باشه اسلام شناس و فقیه و عالم باشه یا جاهل و چیزی که هر رو از بر تشخیص نمیده و یه آیه قرآن بلد نیست از رو بخونه؟ کدوم باید باشه؟ حتما همینطوریه. من باید فقیه باشه. بله.
کفایت لازم رو داشته باشه یا نداشته باشه، مردمی باشه یا تجملگرا و از کنم کاخنشین و این چیزی از این قبیل، زاهد و پاک و سالم باشه یا شهوتران و هوسباز و کل عمرش تو این چیزها بخواد صرف بشه، شجاع باشه یا بزدل باشه. با یه اشاره انگلستان به این بحرین دختر ما شوهرش دادیم، کدوم باشه که تقریبا همه دنیا اومدن که بخشی از ایران رو جدا بکنن، موفق نشدن. چرا؟ چون در رأس حکومت فقیه جامعه شناس امام رحمت الله علیه بود در این دفاع مقدس. خلاصه از عقل میپرسیم که خوب باشه یا غیر خوب باشه. عقل میگه باید خوب باشه حکومت. ولایت فقیه هم جز همین حرف دیگه نداره، به نظر عقلی حرف دیگه نداره، همینه. دو، ما مسلمان هستیم یا نیستیم؟ علاقه مسلمانیم. خب اگه مسلمان فقط مسلمانی فقط به ادعاست یا نه؟ در خارج هم باید اجرا بشه. خب در خارج باید اجرا بشه. آیا میشه بدون حکومت اسلام رو اجرا کرد؟ یا بخش اعظم اسلام قابل اجرا نیست؟ همین دومی درسته. حدود و دیات و تعزیر و قصاص و نمیدونم جمعه و دفاع و چیزی از این قبیل کلا باید بره کنار. اسلام هم از اون مجموعه هایی است که میگن که اقل و اکثر ارتباطیه، یعنی شما یک جزءشو کنار بذارید اونی که باقی میمونه اسلام نیست. حالا چه اصول باشه چه فرو فرق نمیکنه. من این توضیح بدم. ببینید اقل و اکثر استقلالی، مثلا فرض کنید که کسی 100 تومن بدهکاره، درست، یواش یواش 1 تومن پرداخت میکنه، 99 تومن پرداخت کرده. طلبکار نمیتونه بگه چون تو همه طلبتو ندادی هیچی ندادی. میگه نه، من همه طلبو ندادم ولی 99% رو دادم. 1% باقی مونده. یا اینجوری نیست. مثلا فرض فرمایید که اصراری میکنم نماز شما در نظر بگیرید، کسی 99 بخش نماز رو بخونه، 1 بخش رو نخون، یعنی فقط همون الله اکبر اول الله شو نگه، بقیه نماز همه رو بخونه. چقدر نماز خونده؟ هیچ نماز نخونده، با اینکه 1% کنار گذاشته. روزه همینطوره. شما از 15 ساعت 16 ساعت روزه، مثلا از 16 ساعت 15 ساعت و 55 دقیقه روزه بگیرید، فقط 5 دقیقه آخر رو بخورید. اصلا روزه نگرفتی. هم کفاره داره، هم قضا داره، هم عذاب داره که روزه خواری کرده. اسلام از این جنسه. شما از 99% اسلام، از 100% اسلام 99% رو قبول کنید، 1% رو قبول نکنید، اون مسلمان نیست. و حالا بدون حکومت بخش قابل توجهی از اسلام خود به خود میره کنار. پس عقل میگه اگه بناس در جامعه اسلامی وجود داشته باشد باید حکومت اسلامی باشد. اما دلایل نقلی خیلی فراوانه. ما روایتی داریم که دوستان میتونن مطالعه کنن، من دیگه بخوام مطرح کنم کل برنامه رو میگه. مثلا مقبله عمر بن حنظله که در کافی نقل شده که امام صادق بفرماید که سوال میکنم ما در اختلافاتمون چیکار کنیم، میفرماید که اون فقیه که صاحب نظر در احکام به او مراجعه کنید. فانی قد جعلت علیکم حاکما، من امام صادق اون فقیه رو بر شما حاکم قرار دادم. فراد علیه کراد علینا، کسی اونو قبول نکنه ما رو قبول نکنه، کسی ما رو قبول نکنه خدا رو قبول نکرده. اسمش مقبوله هست چون علما قبولش کردن این حدیث رو. تو اصول کافی نقل شده. یه حدیث از نام حدیث ابی خدیجه مطلب رو داره. حدیث امام حسین علیه السلام مجار الامور علی اید العلماء بالله در تعف العقول نقل شده. احادیث شاید 15 16 تا حدیث داریم که به سادگی میشه از اون احادیث مطلب رو ثابت کرد. اون حدیث معروف فرجو الی روات حدیث، اونم بله، اونم درست. از اون طرف آیات قرآن هم خیلی دلالت داره. این آیه کریمه مثلا آیه 99 سوره، آیه 59 سوره نساء، چون دوستان قرآنی هستن من اینو بیشتر تأمل میکنم روش. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. کسانی که ایمان آورد از خدا اطاعت کنید، از پیامبر اولی الامر خودتون هم اطاعت کنید. الان ما خب از اولی الامر اطاعت کنیم. از کی اطاعت کنیم که بدونیم که اطاعت از ایشون اطاعت از اولی الامره. اولی الامر که در بین ما نیست، غایبه.
کسی که نایب اولی الامر باشه، کسی که از همه به اون نزدیکتر باشه، از لحاظ اخلاق و رفتار و علم و همه به ولی امر نزدیکتر باشه، به اولی الامر نزدیکتر، اون فقیه جامع الشرایطه. یعنی این آیه بخواد اجرا بشه، این آیه فقط مال زمان پیغمبر که نیست که، بله بله، الان باید اجرا بشه. همینطور اجراش به همینه که ما از ولی فقیه اطاعت کنیم. آیه 119 سوره توبه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. یک کسانی که ایمان آوردید تقوا داشته باشید و با صادقین باشید. این صادقین باید معصوم باشن. این حرف ما نیست، حرف اهل سنت هم است. فخر رازی میگه که این صادقین باید دام و صدق باشن که امر اطاعت مطلق، بودن مطلق با اونها اقتضاش اینه که اینها هیچ گناهی نکنن، هیچ عدم صدقی نداشته باشن، وگرنه این دستور حکیمانه نخواهد بود. خب الان معصوم در بین ما نیست، یعنی غایبه. بله. با کی باشیم که اگر با او باشیم با معصوم بودیم، نایب اون معصوم، کسی که تالی تل به معصومه، کسی که معصوم تعیینش کرده. بله. حالا من دو تا آیه رو گفتم. بله خیلی. تمام آیاتی که بر امامت داره همش از این جنسن. درست. که اجراشون در زمان ما با ولایت فقیه محقق میشه. بله. حالا این فرمایشات شما سوالاتی رو اتفاقا ممکنه ایجاد بکنی که همون سوالات رو ما از قبل دوستانمون اینجا آماده کردن. من حتما از شما میپرسم، منتها یه فاصله بگیریم از دوستانمون. اگه موافق باشید آیه 119 سوره توبه فرمودین، این دومی که فهم، همین آیه رو دوستان پخش بکنن، ثوابش رو هم همه با هم بخونیم، ثوابش رو هم هدیه بکنیم به امام عزیزمون و شهدای انقلاب و مخصوصا قیام خونین سال 42/15 خرداد. بفرمایید خواهش می‌کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم که همچنان دل میدین به برنامه خودتون. من با اجازه آقای محمدی شاهودی عزیز سوال بعدی یکی از بیننده‌هامون رو بپرسم که در ارتباط باز با موضوع ولایت فقیه هست. گفتن کسی که میخواد ولایت بر مردم داشته باشه باید چه ویژگی‌ها و شرایطی داشته باشه؟ فقط دو سه تا سوال دیگه هم هست اگه برسیم اونا رو بپرسم باشه. خوب میشه. یه اشاره من کردم به این. بله داشتیم برهان عقلی، اما طور دقیق و عالمانه بخوام عرض کنم خدمتتون، ولی فقیه دو دسته شرایطی باید داشته باشه. یک دسته شرایطی که شرط صحت ولایت فقیه که اگر نباشد حکومت اسلامی نیست. اگر بنابراین حکومت صحیح باشه، خدا قبول داشته باشه، پیغمبر قبول داشته باشه، امام زمان قبول داشته باشه، این شرایط باید در اون فقیه باشه در رأس حکومت. که نباشه حکومت اسلامی نیست، ولی اینکه همه شرایط دیگه جمع باشه و عالی میشه. دست اون شرایطی که شرط صحت نیست، شرط کماله، اونا باشه خوبه، هرچی بیشتر باشه بهتر، اما اگر نباشه هم حکومت اسلامی هست. شرایط صحت سه تاست. یکی عدالت، که اگر ولی فقیه عادل نباشه، ولی اینکه علامه دهر باشه، ولی اینکه همه مردم انتخابش کرده باشه، اون حکومت اسلامی نیست، حکومت طاغوتیه. دو، باید فقیه باشه، باید توان استنباط حکم خدا رو از منابع استنباط داشته باشه، مجتهد باید باشه. و سه، باید کفایت لازم رو داشته باشه. این سه تا شرایط صحته، نباشه اصلا ولایت فقیه محقق نخواهد شد. اما شرایط کمال خیلی زیاده که من تو همون سال قبل اشاره کردم. مثلا مردمی باشه، نه کاخ نشین، مثلا ساده زیست باشه، مثلا شجاع باشه. خدمتتون عرض کنم که مدیر باشه، مدبر باشه. شما از بیگانه ها بپرسید راجع به رهبر انقلاب، رهبر معظم انقلاب الان ما چی میگن راجع به ایشون؟ این تدبیر، این دوراندیشی، این سیاست مداری، اینا شرایط کماله. همینطوره. آگاهی از دنیا، او از خودم که شاعرها میان پیشش، گویی که همه عمرش تو شعر و شاعری گذاشته. از گناه تو هر رشته‌ای که تو میان، هر حوزه‌ای کسی میاد خدمتشون صحبت، بعد که باشون صحبت میکنن میگن ما شگفت زده شدیم از این همه اطلاعات. من این کتابو خوندم. آره. فلانی نوشته، اینجاش خوبه، اینجاش. خب اینا دیگه شرایط کماله، هرچی بیشتر باشه بهتر، اما اگه هم نباشه حکومت اسلامی محقق شده. این شرایط کمال خیلی زیاده. من بعدش خدمتتون عرض کنم. خیلی خوب. گفتن که آیا با توجه به اختیاراتی که ولی فقیه داره این احتمال وجود نداره که منجر به دیکتاتوری بشه؟
یه شبهه‌ای که خیلی حالا تو فضای مجازی و بدخواهان ما مطرح میکنن، یه عده‌ای هم حالا توی ماجرای اغتشاشات و اینا یه شعارهایی میدادن و اینا. بله. اینو شما اگه ممکنه مطرحش بکنید. خب یه وقتی انسان میخواد چه سیاست بازی کنه، بی‌انصافی بکنه، عقل رو کنار بذاره، عدالت انصاف رو کنار بذاره، هر حرفی میتونه بگه. یه وقتا یکم عقل داشته باشن کسانی که حرف میزنن، یه ذره عقل داشته باشن. ما اولین شرط ولی فقیه چی معرفی کردیم؟ عدالت. عادل باشه. باید عادل باشه. دیکتاتور عادله؟ خیر. دیکتاتور یعنی خودکامه، یعنی کسی که بر اساس خواست نفسانی خودش دستور میده اعدام کنید، آزاد کنید، بسازید، خراب کنید. این اول خروج از عدالته. الفبای عدالت اینه که طرف خودکامه نباشه، دیکتاتور نباشه. بنابراین اگر ولی فقیه دیکتاتور شد، همون لحظه دیگه ولی فقیه نیست. یک گناهی انجام داد، از عدالت ساقط میشه، از عدالت ساقط شد دیگه ولی فقیه نیست. و چطور ممکنه که بزرگترین گناه این دیکتاتوری قانون خدا رو کنار میذاره، خواست مردم همه رو کنار میذاره، خودش میشه محور همه چیز، خودش قانون وضع میکنه، خودش دستور اجرا میده و هیچ حقی رو محترم نمیشماره. مثلا که هم الفبای عدالت با دیکتاتوری و خودکامگی و استبداد زمین تا آسمان کاملا با هم ضدیت دارن. پس کسانی که این شبهه رو مطرح میکنن یا معنای ولایت فقیه رو نفهمیدن، شرایط ولایت فقیه رو نمیدونن، یا میدونن که من نظر همین دومیشه، دارن در واقع مغالطه میکنن. همون پلیتیک باید بگیم دیگه، سیاست اسلامی نیست، سیاست بازی میکنن. درسته. با سیاست بازی و حرفا رو میزنن که اصلا قابل قبول نیست. پس کسانی که این حرف رو گفتن از حرفشون تناقض لازم میاد. کوسه و ریش پهنه. ولی فقیه باید عادل باشه، دیکتاتور باید عادل نباشه. دیکتاتور عادل نیست، ولی فقیه از شرایط صحتش باید حتما عادل باشه. درست. حالا من این چیزی بگم، ممکنه ده بگن باشه ما هم ویژگی ها رو میدونیم، اما کی تشخیص میده که الان ولی فقیه عادل هست یا نیست؟ ممکنه عادل بوده، اصلا تشخیص هم درست بوده، ولی الان عادل نباشه، مثلا صادق نباشه، توانایی اداره حکومت رو مثلا نداشته باشه. خب شاید شما بگین که این تشخیص رو مثلا مجلس خبرگان میده، مجلس خبرگان انتخاب میکنه، نظارت میکنه. خب مجلس خبرگان رو که انتخاب میکنه، شورای نگهبان انتخاب میکنه. بعد خود شورای نگهبانی که انتخاب میکنه، باز ولی فقیه انتخاب میکنه. یعنی یه دوریه که انگار خود ولی فقیه در واقع غیر مستقیم به جلوی خودش رو داره انتخاب میکنه، خودش رو نظارت میکنه، خودش رو. و این تشخیص اینی که الان ولی فقیه واقعا عادل نباشه واقعا ممکنه نباشه. چجوری ما اطمینان پیدا کنیم؟ اول اینکه تکلیف مردمه، یعنی آحاد مردم تکلیف دارن که نظارت کنن بر ولی فقیه و انتخاب هم مال خود مردمه. درست. این که مجلس خبرگان تشکیل میشه و مردم رأی میدن، برای اینکه نمیخوان خودشون نه تخصصشو دارن، نه فرصتشو دارن، نه امکانش هست که بخوان لحظه به لحظه بخوان کارهای ولی فقیه زیر نظر داشته باشن. چیکار کردن؟ یه عده وکیل انتخاب کردن، به خود نماینده انتخاب کردن که اونها از طرف مردم این مسئولیت رو اجرا کنن. وگرنه تکلیف خود مردمه. درست. همونطور که انتخاب با خود مردم هست، هم حدوثاً مردم باید این کار انجام بدن، هم بقاءً. مطلب دوم این که کسانی که اینو گفتن دقت نکردن که اون مجلس خبرگانی که ولی فقیه انتخاب میکنه، مجلس خبرگانی نیست که در زمان این ولی فقیه انتخاب شده باشه که ازش دور لازم بیاد. رهبر معظم انقلاب رو کدوم مجلس خبرگان تعیین کردن؟ اونی که زمان امام تشکیل شده بود. نه که خودشون تشکیل داده بس خودشون هم بخوام بهش رأی بدن. نه، در زمان امام تشکیل شده، اونا به ایشون رأی دادن و اینو ایشون انتخاب کردن. مطلب بعد این که اینا دقت نکردن که هم ولی فقیه باید عادل باشه، هم شورای نگهبان باید عادل باشن، هم مجلس خبرگان باید عادل باشن. این سوال و این شبهه بر این اساس که هیچ کدومشون عادل نباشن، یا حداقل تو یک قسمت، البته باید هیچ کدومشون عادل نباشن، یکیشون عادل باشن دیگه این حلقه گسسته میشه و دیگه دور به وجود نمیاد.
اگر که مجلس خبرگان بخوان غرض ورزی کنند و بخوان سیاست بازی کنند و بخوان مثلا فرض کن که فرض کن احزاب خودشون اونو بخوان انتخاب بکنند، اینا عادل نیستن. عادل نبودن کلا مجلس چیز نیستن، وکیل نیستن. شرعا از نظر اسلام اینا هیچ دخالتی حق ندارن بکنن. فقیه اگه بخواد کسانی انتخاب بکنه بمونه، البته شورای نگهبان 12 نفرن، 6 نفرش که فقها باشن رهبر انتخاب میکنه، 6 نفر رو مجلس انتخاب میکنن. درست. اگه بخواد فقهای انتخاب کنه یه به نفع خودش رأی میدن، ولی اون که شایستگی نداشته باشن، ایشون دیگه رهبر دیگه عادل نیست. وقتی عادل نیست که کلا از ریشه کنار میره دیگه. پس کسانی که این شبهه رو مطرح کردن توجه نداشتن که تو هر سه قسمت عدالت شرطه. درست. باید بر اساس دین و معیارهای اسلامی اینها انتخاب بکنن. نکته سوم این که دور در امور اعدادی به قول فلاسفه و در علتهای اعدادی که اشکال نداره، در علتهای حقیقی دور باطله که الف علت ب باشه، به هم علت الف باشه، یا الف علت ب باشه، به علت جیم باشه، جیم علت الف باشه. که این دور حالا چه دور مسرع باشه چه مضمر باشه، این دور باطله. چون الف باید باشد تا ب را ایجاد کند، باید نباشد تا ب اونو ایجاد کند. الف باید باشد، الف باید نباشد. پس در علتهای حقیقی که علتهای موجده هستند ایجاد میکنن دور باطله. ما در علتهای موعد چه اشکال داره که بنا ساختمان ساخته، از ساختمان حفاظت میکنه، ساختمان هم از بنا. کشاورز گندم میکنه، ازش استفاده میکنه و خود گندم هم حافظ کشاورزه. معلم از یک حیث استاده، از یک حیث شاگرده. مشهوره که مرحوم خواجه نصیر از لحاظ علوم عقلی استاد علامه حلی بود و از لحاظ فقهی شاگردش بود. اول مرغ بود، اول تخم مرغ. مرغ نتیجهش میشه تخم مرغ، تخم مرغ نتیجهش میشه. در این گونه علتها دور اشکالی نداره. مطلب بعد که عرض میکنم اینه که عرض کنم که این حالا دوری که مطرح کردن و خواستن که اصل این مسئله رو زیر سوال ببرن، توجه نکردن که اصلا انتخاب مجلس خبرگان یعنی تایید صلاحیتشون با شورای نگهبان نیست از نظر قانون اساسی. با خودشون باید تعیین کنن، یا مجلس شورای اسلامی کارو بکنه، یا مثلا یک گروه و یک لجنه انتخاب بشن که اونها تایید صلاحیت، اونها واگذار، خود مجلس خبرگان واگذار کرده به شورای نگهبان. این مطابق قانون اساسی این حتما باید اینجوری باشه. در واقع یه امکانیه که میتونه گفتن حالا اوکی مجلس شورای نگهبان مال مجلس شورای اسلامی رو تعیین میکنه، مال رئیس جمهور رو بررسی میکنن و شناخت دارن و بلدن و یک امکانی هست دیگه. مال مجلس خبرگان رو هم همون این کارو بکنن. اما خودشون میتونن بگن از این مثلا دوره به بعد مجلس اسلامی عده رو انتخاب کنه که این کارو بکنن. درست. یا خودشون بگن مراجع تقلید این کارو بکنن. هیچ اشکال نداره. درست. پس در دایره اختیاراتشون همچین چیزی هست. بله، بنابراین قانون اساسی نگفته که مجلس خبرگان رو هم باید صلاحیتشون رو شورای نگهبان تایید کنه. پس اصل این قضیه از ریشه بی اساس. خیلی ممنونم. من 4 تا نکته گفتم که هر کدوم از این نکته به تنهایی پاسخ بوده. پاسخه، ولی خب شما دیگه از همه زوایا پرداختین به موضوع. خدا خیرتون بده. دوستا سوال دیگه هم مطرح بود، کاش وقتمون بود که بیشتر میتونستیم صحبت بکنیم. حالا اگر صلاح دونستین ما تو برنامه‌های بعدی هم میتونیم باز به این موضوع بپردازیم، سوالات مردم مطرح. خیلی استفاده کردیم. اوامری نداریم، محبت دارید، محتاجیم به دعاتون. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردید. اول برنامه هم عرض کردم ثواب این برنامه رو تقدیم می‌کنیم به روح مقدس امام خمینی عزیزمون، شهدای 15 خرداد سال 42. ان شاءالله که از ما پذیرا باشند و دعاگوی ما هم باشند. ما ساکن وادی هدایت هستیم، ما شامل لطف بی‌نهایت هستیم. پرسند اگر نشان ما را گویید، ما اهل ولایت هستیم.